رئیس جمهور آمریکا به زبان تلویح و اشاره تهدید اتمی کرد. خب این در ملت ایران کارگر نیست این تهدیدها، اما این مایه ننگی شد برای تاریخ سیاسی آمریکا. اینا اتم را و قدرت اتمی را میخواهند وسیله قرار بدن برای سلطه بر دنیا. ما اهل استفاده از سلاح‌های مخرب جمعی نیستیم، اما بدانن اونها هم در مواجهه با ملت از این جور تهدیدها و این جور گندگویی‌ها طرفی نخواهم بست. ملت ایران اینها رو با همه این ادعاهایی که دارن در مقابل خود ذلیل خواهد کرد و به زانو در خواهد آورد.